درود و سلام به شما دوستان. امروز میریم یک قسمت دیگه از ویندوز 10 مورد بررسی قرار میدیم و او قسمت هست باش اینجا یک بار نشان بدیم روی اسکرین. 7 جمع 8 مساویه با ویندوز 10. خب یعنی که ویندوز 7 جمع ویندوز 8 میشه ویندوز 10. ویندوز 10 قابلیت هایی رو دارد که یعنی ویندوز 10 قابلیت های ویندوز 8 و ویندوز 7 را دارد، یعنی هر دو تا را دارد، قابلیت های هر دو تا ویندوز را دارد. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که ویندوز 7 یک محیط کاری همچون ویندوز ایکس پی داشت، مثلا شباهتش همونطوری بود، زیاد تغییری نکرده بود. بعد کاربرا خیلی راحت بودن امرایش و مثل ویندوز ایکس پی همونطوری کار میکردن و کدام چیزی عجیب غریبی یا کدام چیزی خیلی تغییرات زیادی نامده بود در قسمت محیط کاریش. مثلا همینطوری استارت و گزینه هایی که این طرف است و این طرف، آل پروگرام همینطوری و کدام مشکلی خاصی نبود برای کاربر. اما در ویندوز 8 یک کمک محیط کاری تغییر کرده بود. محیط کاری پشت سر محیط کاری دسکتاپ قسمت اصلا اینطوری نبود. محیط کاری وقتی این قسمت می آمدیم اصلا این مینو فقط تنها چیزی که می‌دیدی این مینو رو به صورت بزرگ می‌دیدی کل صفحه و این پشت سر بک‌گراند دسکتاپ رسان دسترسی تقریبا در حالت نرمال نداشتی، ولی میتونستی دسترسی پیدا کنی یک کمکی با جنجالکی و خیلی اصلا چی بودن دیگه. بعضی اصلا راحت نبودن با این کار کردش. خب البته ویندوز 8 باز یک خوبی دیگه داشتن که مثل تبلت کار میشون. مثلا بعضی هستن راحت با تبلت کار میکنن، مخصوصا اگر کامپیوتر تچ باشن، یعنی صفحه اسکرینش لمسی باشه، تچ باشن، خیلی راحت مثلا کار میکنن و خیلی راحت‌تر از هستن تازه که بخوان با موس کار کنن. ویندوز 8 هم با دست قشنگ کار میکنن. خب ویندوز 8 یعنی مثل تبلت بود، در حقیقت تبلت همونطوری کار میشه و حالا میریم میبینیم چطوری ویندوز 7 از ویندوز 10 از دو تا قابلیت برخوردار است. هم مثل ویندوز 7 کار میشه، مثل ویندوز 8. هر کدامش آدم بتونه راحت‌تر کار کنه. میتونیم محیط کاری رو تغییر بدی به همان حالت، به حالت ویندوز مثل ویندوز 7 یا مثل ویندوز 8. خب الان به صورت نرمال به صورت ویندوز 7 هست، همونطوری که میبینید دقیقاً مثل ویندوز 7. اما اگر بخوایم به ویندوز 8 تغییرش بدیم، حالا میریم ببینیم چگونه میشه محیط کاری رو تغییر داد. خب برای این کار باید بریم اول بار قسمت منیو استارت، بعد میریم قسمت ستینگ، قسمت هم یا چارک ستینگ، قسمت آچارک همی ستینگ، بعد اوکی میکنیم، کلیک میکنیم میریم داخلش، بعد میریم قسمت سیستم، قسمت همین حالت لپتاپ دوستان که همه مشاهده میکنم میبینم. خب در این قسمت بعد میریم قسمت تبلت مودوس. قسمت تبلت مودو من قسمت وقتی سمت راستش اولین گزینه‌ای که اینجا هست مثلا به صورت غیر فعال است، ولی اگر ما یک بار کلیک کنیم میشه فعال. الان قسمت اوکی، الان شد فعال. الان محیط کاری از ما از ویندوز 7 تغییر کرد به ویندوز 8 مثل تبلت. الان دوستان نگاه کنیم، بریم قسمت استارت الان کلیک کنیم، این قسمت استارت هستی که مینوس که همین الان کلیک کنیم میشه چی میبینیم؟ ویندوز 8. خب محیط کاری با ویندوز 8 داریم. الان حتی در ویندوز 8 از کیبورد هم میتونیم استفاده کنیم که دقیقاً مثل تبلت است، یعنی دقیقاً مثل تبلت است. همونطوری که گفتم مثلا غشن است، ولی خیلی غشن هیچ چیز است، ماشین حساب است میگم. خب هیچی برمیگردیم قسمت تب تیپ به اسم تب تیپ. اوکی تب تیپ است، قسمت تب تیپ اوکی کنیم. نگاه کنیم
کیبوردش دقیقا مثل تبلت میمونه یا مثلا ویندوز، یعنی تبلتش همینطوری تچی میمونه. خیلی راحت قشنگم است. البته اگر کامپیوتر تچ باشن، صفحه اسکرین لمسی باشن، خیلی قشنگ کار کردنش. این قسمت اگه کلیک کنیم قشنگ کلان بزرگ میشه. بعد دوباره میتونیم کوچیکش کنیم. یعنی واقعا عالی است، مثل تبلت میمونه. بعد برمیگردیم قسمت. خب این قسمت میتونیم برنامه رو پاک کنیم و اضافه کنیم. اگه بخوایم اضافه کنیم از این قسمت برنامه ها، هر برنامه رو بخوایم مثلا میتونیم در قسمت اضافه کنیم و یا هم میتونیم برنامه رو چیکار کنیم؟ کم کنیم. میتونیم پاکش کنیم. راست کلیک هر برنامه رو که اینجا راست کلیک کنی، اگر مثلا از خود کمپانی نباشه میشه پاک کرد. اگر نصب کرده باشید مثلا این برنامه رو میشه پاک کرد، دی اینستال کرد، مثلا ریموو کنیم، پاک کنیم. یا مثلا از این قسمت هم میتونیم پاک کنیم. از این قسمت که بزنیم فون استارت لود پاک شد. میتونی پاک کنی، جابجا کنی، قسمت بکشیم برون. این دوستان خودش میدون. خب دوستان، راستی اگه بخوایم برگردیم به ویندوز 7، الان شد ویندوز 8. نگاه، الان هرچی اوکی میکنیم همین ویندوز 8 است. این قسمت هرچی اوکی کنی دیگه ویندوز 8 است. چیکار کنیم الان؟ میتونیم راستی برگردیم به ویندوز 8. نه به ویندوز 7. چطوری؟ خب میریم این قسمتی بالا این گوشه بالا 3 تا خط هست اینجا. خب اینجا بریم اوکی. در میریم قسمت تنظیمات ستینگ، همون جایی که قبلا رفتیم یک بار ستینگ. بعد از ستینگ دوباره این قسمت که آمدیم، از قسمت ستینگ وقتی که آمدیم میریم سیستم، دوباره سیستم میریم تبلت. بعد از قسمت تبلت دوباره ایرا خاموش میکنیم. دوستان الان روشن است. بعد یک بار کلیک کنی خاموش میشه دیگه، کار شد تمام. خب الان وقتی خاموش شد برمیگردیم. از این قسمت میتونیم ایرا ببندیم، ضربدری رو سمت راست بزنیم، برنامه بسته میشه. بعد دوباره محیط کاری شد ویندوزی 7 یا ویندوزی 10. خب دوستان موفق باشین. بای.